به نام خدا. امروز روز یک شنبه تاریخ 26 ماه مبارک رمضان و آخر های ماه رمضان. انشالله که روزه و نماز همگیتون قبول حق باشه. و امروز منم از فرصتی که داشتم استفاده کردم و می مقدار با باغ و باغچه رسیدگی کنم. این باغچه را چمن‌ها رو زدم و مرغایی هم که داشت میندارم گوزه خورده از دانه و مرغانچش بیرون کردم جای خود برای خودشون. حال نگاه کن چی کارایی که نمیکنه. اینم از این دو تا مرغ اینجا و یکیش هم اینجا خلاصه برای خودشون حال میکنه دیگه. اینم از این باغچه رو که خب بارها دیدید شما. بازم ببینید این چمن تازه می الان زدم و اینم بالاخره این که خدماش اینم سیبه که آفتاب زده خراب کرده این قسمت های جلوش رو. اینم که لیمویه. اینش هم درخت پرتقاله، ناچه اورنج. اینا که گلای روزه دیگه. عرض کنم با حضور شما اینا بیام اینجا با نانی سبزیکاری. این رو برای که میده اینا بیندیه و ببینید خوب بیندیای خیلی خوب داره. این طرف هم اینجا ایناش فلفل است و مرج دیگه، مرج است و این طرف هم خیاره، اونش هم گوجه فرنگیه. از این تا هم که بریم عرض کنم روز شما که اینجا قسمت ریحانه. این دو تا کردک همش ریحانه. این هم درشتگه که برای سرماخوردگی بسیار دوایه. اینش هم آوشنه که برای خستگی و آدم بسیار ریلکس می‌کنه آدم رو. اون طرف هم گوشتک میده، اونا همش نعنایه. این جمعی کلونه که مثل آمده دیگه، مثل بلدرگو کلان آمده کلان شده. اینا کدویه. عرض کنم اینش هم نعنایه. اون آخریش هم گوجه فرنگ، گوجه های سالادیه ریزگک. این مقدارم از محصولات این رو چندم. بیاید ببینید دوستان. اینم ببینید خب میبینه این گوجه خوردن چیز خوردنی سالادی. اونش هم نعنا، اون طرفش هم ریحان. این طرف که تخم مرغایی که امروز داشت نیزم. اونم خیارایی که اینجا شما میبینید دیگه. این طرف هم میبینید که تازه چمن نظرم. اینم ماشین چمن زنیم و اینم سطح رابش. اونم دیگه همون درخت زردالوی معروف که بسیار بار میده. خیلی زردالوی خوب و خوشمزه داره دیگه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و نماز روزه همتون قبول باشه و التماس دعا. خداحافظ همگیتون.